تو کجا میری؟ چی میخوری اینجوری چاق شدی؟ منم با خودت ببر یه چیزی بخورم. نه، من تو رو با خودم نمیبرم. آخه چرا؟ چرا خسیس بازی در میاری؟ گفتم نه، نمیشه دیگه. به به، چه صبح زیبایی. منو با خودت نمیبری. نه، نمیبرم. رفتی تنهایی خوردی؟ بله، خیلی هم خوشمزه بود. تو چرا منو با خودت نمیبری؟ مشکل تو با من چیه؟ چون اونجا که من میرم خطرناک، شیر و پلنگ زیاده. اگه راست میگی پس چرا با تو کاری ندارن؟ چون من خیلی آروم میرم، میخورم، برمیگردم. اینجوری شیر و پلنگ منو نمیبینن. منم همراه تو آروم میام، میخورم، برمیگردم. تو وقتی شکمت سیر میشه شروع میکنی به ارر کردن. اینجوری هم خودتو بدبخت میکنی هم منو. تو منو با خودت ببر، من قول میدم ارر نکنم. من فکرامو میکنم، شب بهت جواب میدم. الان دیگه بگو منو با خودت میبری یا نه؟ بله میبرمت، ولی یادت باشه قول دادی اونجا ارر نکنی. خیالت راحت باشه، اونجا هیچ صدایی از من در نمیاد. خیالم که راحت نیست. چرا خیالت راحت نیست؟ چون خری نمیفهمی. درسته من خرم، ولی گاو که نیستم، میفهمم. خدا کنه بفهمی. یادت که هست چه قولی دادی؟ بله یادم هست، خیالت راحت باشه. پس دنبالم بیا. گاو میگم یه مشکلی پیش اومده. من دیگه نمیتونم خودم رو نگه دارم. یعنی چی؟ میفهمی چی داری میگی؟ اینجا صدات در بیاد. هر دوتامون میمیریم. من دیگه نمیتونم خودم رو نگه دارم. باید ارر کنم. تو قول دادی ارر نکنی. من با خودم آوردمت. میخواستی به خر اعتماد نکنی، من دست خودم نیست باید ارر کنم. اگه شیر بیاد تو نمیتونی فرار کنی. تو چاق هستی. ولی من فرار میکنم. یعنی منو تنها میذاری خودت فرار میکنی؟ بله فرار میکنم. بذار تو رو بخورن. من اشتباه کردم، به خر اعتماد کردم. بذار من برم. ترسو را ببین چطوری فرار میکنه. چاق به درد نخور. الان ارر میکنم، بذار شیرا بگیرم بخورنش. تا شیرا گاو رو بگیرن بخورن، من برم کمی علف بخورم.